گفته دمای هوای یاسوج 2 درجه زیر صفره. پس یاسوج زیر صفر یعنی چی؟ منفی 2 هست. شهر کرد گفته 8 درجه از یاسوج سردتره. پس مستقیم اشاره نکرده چند درجه است، گفته از یاسوج سردتره. الان دمای هوای شهر کرد رو از ما میخواد. هر وقت دما خواست، دمای یه شهر رو خواست، ما بین 2 پرانتز مثبت میذاریم، ولی هر وقت گرمی، سردی و اختلاف رو خواست بین 2 پرانتز ما منفی میذاریم. الان میخوایم دمای هوای شهر کرد رو به دست بیاریم. شهر کرد گفته 8 درجه از یاسوج سردتره. خب پس من وسطش گفتیم وقتی دما رو میخواد، دمای هوا رو میخواد، وسطش رو به اضافه میذاریم. یاسوج خودش -2 بود، گفته 8 درجه سردتره. وقتی میگه سرد یعنی منفی 8 درجه. میگیم علامت ها مثل همه با همدیگه جمع میکنیم، علامت عدد بزرگتر میشه منفی. پس دمای شهر کرد میشه -10. حالا اگه بخوایم روی محور نشون بدیم، میگیم الان یاسوج -2 درجه است، اینجاست 8 درجه سردتر، یعنی 8 درجه به سمت منفی ها. 1 2 3 4 5 6 7 8 رسیدیم به -10. دمای شهر کرمان، شهر کرد و یاسوج به ترتیب 10 درجه بالای صفر، 10 درجه زیر صفر و 8 درجه زیر صفره. وقتی میگه به ترتیب یعنی 10 درجه بالای صفر، برای شهر کرمان بالای صفر یعنی -10 و شهر کرد گفته 10 درجه زیر صفر یعنی -10 و یاسوج هم 8 درجه زیر صفر یعنی -8. الان گفته شهر کرد چند درجه از کرمان سردتره. وقتی گفتیم از سردی و گرمی و اختلاف گفت باید وسطش منها بذاریم، ولی اگه دمای اون شهر رو خواسته باشه مثبت میذاریم. چون الان سردی رو از ما خواسته، وسط 2 تا پرانتز باید منها بذاریم. الان گفته شهر کرد و کرمان. شهر کرد چند بود؟ -10، کرمان -10. خب پس اینجا -10 دارم، قرینه -10 میشه -10. منفی و منفی هم علامت جمع، علامت عدد بزرگتر منفی. و گفته یاسوج چند درجه از شهر کرد گرمتره. سردی، گرمی و اختلاف وسطش منها میذاریم. یاسوج شهر کرد، یاسوج چنده؟ -8، شهر کرد -10. قرینه -10 میشه -10. -8 با -10 هم علامت نیستن، کم میکنیم، علامت عدد بزرگتر مثبت. دمای کرمان چند درجه؟ با دمای یاسوج اختلاف دارد، اختلاف هم بازم منها میذاریم. کرمان یاسوج، کرمان -10، یاسوج -8. قرینه -8 میشه -8. -10 با -8 هم علامتن، جمع، علامت عدد بزرگتر. توجه کنید بچه ها، وقتی میگه سردتر پس جواب ما باید منفی به دست بیاد و وقتی میگه گرمتر باید مثبت به دست بیاد.